بزم شاعران. زیر نظر مهدی سهیلی. شنوندگان صاحب دل، بار دیگر با شما تجدید عهد می‌کنیم. به مهر شما سخنوران و هنرمندان و گویندگان گرد هم آمده اند تا بزمی گرم بیارایند و ساعتی در خلوت دل شما شور و شوق بیافرینند. میهمان ارجمند این هفته ما آقای دکتر نصرت الله باستان و شاعران گرانمایه بزم آقایان مهرداد اوستا و مصطفی مژده هستند. هنرمندان بزم آقایان اسدالله ملک، فرهنگ شریف، منصور سارمی و محمد اسماعیلی و خواننده ما آقای گلپایگانی خواهند بود. خانم مهین شهرجردی و آقایان مهدی علی محمدی رضایان هم سروده های سرایندگان را بیان خواهند کرد. تهیه کننده برنامه هم آقای عبدالحسین فهیم هستند. اگر شنوندگان به یاد داشته باشند، اعلام کردیم کسانی که مایلند در مسابقه‌ای که جنبه تفنن ادبی داره شرکت بکنند. در این هفته دو شاعر معروف که با نام هر دو آشنا هستید، یعنی آقای شهرآشوب و آقای بهادر یگانه، داوطلب شدند که در همین بزم حضوراً بدیهه گویی کنند، البته با کلماتی که الان تعیین خواهیم کرد، و تا پایان برنامه دو رباعی بسرایند و بعداً این دو رباعی به 3 داور ارجاع خواهد شد تا به بهترین رباعی ها جایزه‌ای تقدیم بکنیم و نتیجهشو هفته آینده عرض خواهیم کرد. حالا برای اینکه کار تفنن شعری ما یا تفنن ادبی ما به قولی شروع بشه، قبل از اینکه از آقای دکتر باستان خواهش بکنیم صحبت بکنند یا کار بزم رو شروع بکنیم، 4 کلمه گفته میشه، 4 کلمه متجانس و 4 کلمه متنافر، و باید 2 رباعی در هر دو زمینه بسازن، یعنی 1 رباعی با کلمات متجانس و 1 رباعی با کلمات متنافر و دور از هم از نظر ارتباط معنی. حالا آقای شهرآشوب شما 1 کلمه بفرمایید. الان متنافر را عرض بفرمایید. آتش. آتش. آقای یگانه شما؟ کاسه. آتش، کاسه. خب 1 کلمه سرکار بفرمایید آقای شهرآشوب. یخ. آتش، یخ، کاسه. کاسه با یخ تنافر نداره، اتفاقا جای یخ. میخ. میخ. آتش، کاسه، میخ. 1 کلمه دیگه. گرز. گرز. خب این شد برای رباعی متنافر، یعنی 1 رباعی باید بسازن که این کلمات در اون گنجانده بشه و خانه‌های 1 رباعی تقریبا نیمه فکاهی در میاد. اما میخوایم 1 رباعی هم جنبه جدی داشته باشه، حالا باید کلمات متجانس و تقریبا هماهنگ بگیم. حالا بفرمایید آقای شهرآشوب. طوفان. طوفان. گرداب. گرداب، بسیار خوب. گرداب، طوفان. کشتی. 1 کلمه دیگه بفرمایید. موج. پس شد طوفان، گرداب، موج، کشتی برای 1 رباعی متجانس. آتش، کاسه، میخ، گرز برای 1 رباعی متنافر. تا آخر وقتی که ما برنامه اجرا میکنیم وقت دارید 2 رباعی بسرایید و ما در پایان برنامه بدون اینکه نام شاعر رو ببریم فعلا میخوانیم، بعد هفته دیگه اعلام میکنیم که رباعی ها از کی بود و برنده کی هست. خب آقای دکتر باستان، این مسابقه بدیهه سرایی پسندیدید؟ بله. بعد کاری نیست، کار تازه ایست. بله. تا ببینیم. خب حضرت عالی در این که چشم پزشک هستید و طبیب چشم
ولی در مطایبه و خاطره و عرضم به حضورتون حضور مجلس و محاضره دستی طولا دارید. حالا خواهش میکنم برای این که محفل ما گرم باشه شما یه مطلبی بفرمایید تا بریم بر سر شعر شعرا. بله اینا که حسن زن جناب عالی بود، ولی بنده میترسم اصلا اینی که بنده که طبیبم و اینها در بزم شاعران بیام یه وقت مثل معلم موسیقی شدن من نشه. من شما معلم موسیقی هم شدید؟ بله عرض میشه قبل از این که اصلا تبو تمام بکنم و اروپا برم یه وقت معلم موسیقی شدم بدون اینکه خودم دلم بخواد. شاگردم بودید اول یا نخیر خود ساخته بودید؟ اصلا بنده گوش موسیقی ندارم، بدونید هنوزم که هنوزه این آهنگا رو درست از هم تشخیص نمیدم. ولی اون موقع زمانی که بیچاره شاگردای شما های دکتر؟ بله بیچاره شاگردا. بله در 43 سال پیش ما اینجا طب میخوندیم در ایران، مدرسه طب در عین این که میخوندیم یک کار خارج هم پیدا میکردیم. بنده چون دارالمعلمین رو خونده بودم که به اصطلاح جای دانشسرای فعلی است، کار معلمی میکردم در مدارس. مثلا در مدرسه سلطانی معلم بودم که الان بعضی از شاگردام استاندارن و سناتورند و اینا، اگه سنمو خیلی فکر نکنید که بالاست. و چه بودم من پایینم باشه؟ بله نه هم سن اونا بودم تقریبا یه 2 سال بالاتر بودم. بله. ضمناً طب من میخوندم، چشمم پیش شازده لسان کار میکردم. شازده لسان خدا بیامرزش اولین طبیب چشم ایران بود. در این ضمن یکی از مریضای ما برادر رئیس تعلیمات عالیه بود که موی زیادی داشت، چشمشو بنده عمل کرده بودم، کلاس آخر طب بودم. چشمش موی زیادی داشت، مژه زیادی داشت که او را عمل کرده بودم. مژه لهجه کجا تو؟ مژه بعضیا ادبا میگن موژه، میگن مژه. حالا بندم روی اون عادت میگم مژه، مژگان مثلا. بله موژه زیادی داشت. این چشمشو عمل کرده بودم و خیلی هم راضی بود و برادرش از من تشکر کرد که رئیس تعلیمات عالیه بود. یه روزی بنده تعلیمات عالیه بودم، دیدم صحبت شد که مدرسه موزیک 6 ساعت کار خالی است در هفته، چون اونجا حقوق زیاد میدادن. گفتم قربان اینو هم بفرمایید بنده برم. گفتم سولفژ، شما سولفژ بلدید؟ دروغی گفتم بله. بیش خودم فکر کردم شب یاد میگیرم صبح میرم درس میدم. گفتم بله. اینم کاغذ فوراً حکم ها رو نوشتم به مدرسه موزیک. مدرسه موزیک جنب دارالفنون بود، یه حیات بزرگی بود و اونجا غالباً هم نظامی بودن. رئیسش هم سالار معزز بود که پدر بزرگ این تیمسار مینباشیان سپهبد مینباشیانه. اینا اصلا تو خونشون موسیقی هست، همشون واردن. عرض می شود ناظمشم شازده کیکاووسی بود. حکم بردیم دادیم، ایشون هم میرپنج بود. خیلی هم البته ما کوچیک بودیم و میترسیدیم و تعظیم کردیم و گفتیم قربان این حکم ما که معلمیم. گفت شازده کیکاووسی ببر آقا رو سر کلاس. الان من هیچ حاضر نکردم، بنا بود شب یاد بگیرم برم صبح درس بدم. رفتیم سر کلاس. شاگردام همه نظامی بودن و گفت ایست خبردار آزادی گفتیم و نشستند و بعد خدایا چیکار بکنیم چه نکنیم. گفتم آقایون شما میدونید موسیقی چطور شده درست شده؟ گفتن نه. گفتم بله. منم نمیدونم. نه خیر. گفتم میدونم. بله. گفتم که این موسیقی رو این اصلا بشر برای رفع خستگی، برای استراحت فکری درست کرده. مثلا این عمله ها و کارگرها رو فرض کن، اهرام ثلاثه مصر رو که می ساختن اینا رو با شلاق مجبور میکردن که این سنگای بزرگ رو ببرن بالا، اینا کم کم آواز میخوندن. عمله های خودمونم دیدید بناه اون بالا برای اینکه خسته نشه نمیگه آجر بده، اینو با آهنگ و یه نوای مخصوصی میگه. یا گردی فروش تو کوچه نمیگه گردو رو فالی سنار میدم، با آهنگ میگه گردو رو نمیدم فلان طور میکنم و یه نوای هر کدوم میخونن برای رفع خستگی. بعد گفتم موسیقی اثر خیلی خوبی داره. مثلا شرح حال چیز دادم، رودکی رو دادم. گفتم که امیر نصر سامانی که محلش در بخارا بود، اینطوری که میدونیم یک موقع تابستون برای یعلاق رفته بود به مرو به بلخ، رفته بود به بلخ.
به هرات رفته بود. حالا هرات بخش درست یادم نیست که کجا، یه جا رفته بود بالاخره غیر از بخارا. داد میزنه آی توت هرات. بله. و اونجا اونطوری که صاحب 4 مقاله عروضی می‌نویسه، انگور خیلی مفصلی داشت و بی‌بجاد خیلی خوب و خوشش اومد. شاه به جای اینکه برگرده تابستون زمستانمون، بعد سال دیگه‌مون چند سال که بود، این اعیان دولت خسته شدن، جرأت هم نمی‌کردن بگن برگرد. رودکی رو دیدن. رودکی آمد، شعر بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، اینو خوند و بندم برای اینکه ساعت بگذره گفتم ای بخارا شاد باش و شاد زی، میرزی تو میهمان آید همی، شاه سر بست و بخارا بوستان، سرسوی بوستان آید همی، شاه ماه هست و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همی. اینو گفت و به طوری که شاه در تحت تأثیر این موسیقی فوراً پرید روی اسبی که اونجا بود، زینم نداشت، رو به بخارا حرکت کرد. موزه بر پای نکرده در تاریخ ادبیات. بعد دیدم ساعت نگاه کردم دیدم خیلی مونده هنوز که وقت تموم بشه. گفتم این شعر رو بهش میگن سهل و ممتنع، یعنی خیلی قشنگه ولی به این خوبی هم نمیشه کسی دیگه بگه. چون اون که امیر معزی اومد بگه، گفت رستم از مازندران آید همی، زین ملک از اصفهان آید همی. میبینید هیچ با هم دیگه قابل مقایسه نیست. بعد گفتم شعراهایی که سهل ممتنع میگفتن خیلی بودن، مثلا یکی از اینا فرخی بود. وقت شعر دادم که فرخی آدمی بود و یه رعیتی بود و ندار بود و بعد شدید امیر شاه چغانیان شعر دوست داره، پیش امیر اسعد وزیرشه و آمد یه شعرهای درست کرد که با کاروان حله برفتم ز سیستان، با حله تنیده ز دل بافته ز جان، با حله بریشم ترکیب اون سخن، با حله نگارگر نقش اون زبان. حالا هی طول میدادم اینا رو آسنگ لطفا اینجا طول ندین چون ما وقت ما دو کمه. این حله نیست، ما نه شاگرد موسیقی شما هستیم. حله ها این را تو در شمار دگر حله ها مدان، هر تارم برند برآورده از زمین، هر پورم به جهت جدا کرده از زبان. بالاخره این را زبان سرشت و خرد رشت و عقل باش نقاش بود دست و ضمیر اندرون میان. تا آخر قصیده های دیگه خیلیه. بعدش او بهش گفته شاه رفته داغگاه، اگه میتونی شعر برای داغگاه بگو، چون باور نمیکرد که این بابا شعر به این خوبی گفته باشه. اون وقت اون چون پرند نیلگون بر روی پوشد مرزار، پرنیان 7 رنگ اندر سر آورد کوسار، سبزه اندر سبزه بینی چون سپهر اندر سپهر الی آخر رو گفت داغگاه شهریار اکنون چنان خرم بود کاندران از خرمی خیره بماند روزگار. رو این دید واقعا خیلی خوب شعر گفته. رفت پیش شاه گفت قربان شاعری آوردم که تا دقیقی رو در نقاب تراب کشیده، مثل او رو ندیده بود. ضمناً معلوم میشه دقیقی خیلی خوب بوده. بعد گفتم که دقیقی رو که اینجا اسم برده، آقا دقیقی خیلی مهمه. دقیقی اول کسی است که آمد شعر گفت، شاهنامه رو درست کرد. و گفتم که فردوسی هم شعرهای دقیقی رو آورده و گفته و وقت نوشته دقیقی بدینجا رسانید، دقیقی رسانید اینجا سخن، زمانه برآورد عمرش دبن. پیش از اینم گفتم که گفته به خواب من اومد که شعرهای منو بیار تو کار. بگه کنون من بگویم حالا این ها سر کلاس میفرمایید. بله 1 ساعت دیگه 1 ساعت بلا بوده این کار طول بکشه. آقا کاری نداریم. گفتیم که اون هدایت هم آمد یه شب خواب دید، دقیقی رو گفت شبی خواب بر چشم من چیره گشت، چو از ظلمت شب جهان تیره گشت، بکوب مجلسی دیدم آراسته ز مجلسی که برخاسته یک دست الی آخر که گفتش یکی نمیشناسی. گفتم بله دقیقی خلاق نظم عجم، سراینده مت کاووس الی آخر. بعد فرداش این تموم شد، راه نفسی کشیدیم رفتیم سروان محمود ایروانی دیدیم که بابا بیا و تو به ما سولفژ یاد بده. گفت سولفژ کاری یه سنار نیست اینا، این باید چیز بکنیم. بالاخره آمدیم با او قرار گذاشتیم که او سولفژ درس بده، بنده فیزیک صوت. و رفتم اون چند ساعت فیزیک صوت دادم که نه همینطور بودیم. در فیزیک صوت هم مثل موسیقی بودیم. بله نه دیگه فیزیک صوت بلد بودم. اونو گفتم و اون محمود ایروانی این کار شاگردای خیلی خوبی هم داشتم که یکیشون همه رو بخوام بگم باید بگم خدا بیامرز خدا بیامرز. همین که قرنه میزد
وزیری تبار. بله اینا شاگردای ما بودن. بله خب خیلی بود. حالا امیدواریم که دیگه اینجا سولفیج درس ندید ان شاء الله. سولفیج درس ندن و آقایون همیشه زنده بمونن اینطور. آره اینکه فرمودید خیلی آقای دکتر خیلی جالب صحبت میکنن و خیلی گرم سخن هستن و خیلی لذت بردیم آقای دکتر، هر وقت در خدمتتون بودیم که الان بار دوم میشه. اینکه فرمودید که گفتم سولفژ تو فردا کاریش میکنم، یاد یک لطیفه بنده افتادم که یکی رفت استخدام شه، بهش گفتن که آقا شما بلدی که دفتر بنویسی؟ گفت نه. عذر آورد. گفتم بلدی در کارپردازی ارزیابی کنی، جنس بخری؟ گفتن نه. استعلام بها هیچ هر چی گفتم بلد نبود. گفتن آقا این کاری که ما میخوام با یه جوری براتون استخدام میکنیم شما رو به یک شرط. گفت به چه شرط؟ گفت به شرط اینکه فرانسه و انگلیسی خوب بلد باشی. گفت ای آقا می‌خواستی اینو زودتر بگیرین تا فردا صبح من یه کاریش میکنم. حالا اینجا رفته سولفژ یک شبه درس بگیرن و بعد درس بدن. خب داستان بود همینطور که فرمودند و در آمد. خب آقای بهادر یگانه انگشت بلند کردن و شعرشون آماده است. البته آقای یگانه 2-3 دقیقه که از سخن آقای دکتر باستان گذشته بود آمادگی خودشون رو برای اتمام شعر اعلام کردن، البته با اشاره. ولی بنده برای اینکه صحبت آقای دکتر باستان رو قطع نکنم نخواستم ازشون شعر رو بگیرم و حالا مرحمت کردم تا ببینیم آقای شهرآشوب که شعرشون آماده میشه. خب آقای اوستا سرکار، حیف است که این همه سخن شیرین آقای دکتر رو شنیدید و شیرینی پس ندید. به هر حال 2 بیتی پیوسته است به نام فریاد پشیمانی. فریاد پشیمانی. در پای دل این امید چون خار، بر دوش من این شکست چون کوه. فریاد از این امید فریاد، اندوه از این شکست اندوه. بی پرده به دوستان چه گویم، دردی دارم که گفتنی نیست. این آتش از شما چه پنهان، هرگز نهفتنی نیست. در سینه نشسته سرد و خاموش، فریاد ندامتی غم انگیز. غمناکتر از 1000 اندوه، پاییزتر از 1000 پاییز. این آتش خشم شعله افکن، نقصان نپذیرد و نمیرد. وای من اگر نهفته ماند، وای تو اگر که در تو گیرد. آن قصه چه بود هان که دیشب گفتی به همه ز من نهفتی. تا یاد چه آمدت که ناگه رفتی که بگویی و نگفتی. در آب و گل تو مهربانی، هرگز تو و این گناه هرگز. با همچمنی خدا نکرده، تو مهر کنی تو آه هرگز. یک عمر چو روشنی نشستی، در چشم منو به خویش دیدی. زین آینه تا نگاه کردی، زیبایی و جلوه بیش دیدی. در پرده این افق چو خورشید، بنشست تراوت جوانی. تو بی خبر و غروب می کرد آن فر و شکوه آسمانی. اشکیست روان ز دیده چون سیل، رنجیست گران به دوش چون کوه. زان عمر که با تو رفت افسوس، زین درد که بی تو ماند اندوه. آفرین. خانم شهرجردی حالا دومین قطعه شعر شما رو خواهند خون، البته با یک ساز. خواهش میکنم آقای ملک لطف کنن شروع کنن. ز بیداد آن ماه پیکر گذشت، مرا هرچه از دور اختر گذشت.
ز شب تا سحر کاروان خیال مرا همچو خواب از برابر گذشت. سر باده خواران گرانی گرفت، چو شد دور من دور ساغر گذشت. چو گفتم جوانی بگفتا دریغ، چو گفتم جوانی بگفتا دریغ، چو گفتم وفا گفت دیگر گذشت. مرا یاد روی تو در اشک و آه، گه از آب و گاهی از آذر گذشت. به جانم نبخشیدی و روزگار نخواهد ز بیداد تو درگذشت. فراموش کردی ز یاد تو رفت، همه هرچه گفتی تو یک سر گذشت. که گفتی مشو دور از نزد من، که گفتی مرا باش در بر گذشت. که سوگند خوردی به مهر و وفا، که از تو مرا بود باور گذشت. که تن می زدی و دلت می تپید، در آغوش من چون کبوتر گذشت. که مرغ نگاه تو پر می گشود، مرا از بر دیده تر گذشت. فراموشم از دل نخواهی شدن، ز تو گر گذشت و ز من گر گذشت. چو ای خواب گشتی هماغوش او، یکی از من او را بگو سرگذشت. شود سایه‌ای دور از این پهن دشت، جوانیست آن سایه بنگر گذشت. نبودی چنین روزگارم تباه، اگر داشتی ای فسونگر گذشت. چه گویم از این موج خیز بلا، که دیگر مرا آب از سر گذشت. بسیار بسیار خوب. آفرین. آقا 3-4 دفعه باید دست داخل. معلوم نیست که یه خود با آقای اوستا بزنیم، یه خود شهرجردی بزنیم، یک آقای ملک. آقای شهرجردی یا خانم شهرجردی؟ خانم شهرجردی. بله ما برای هر سه دست میزنیم، البته هر سه سهم دارند و بله بیان کننده و نوازنده و به خصوص شاعر. خب خیلی متشکریم. حالا میمونه سومین قطعه شعر آقای اوستا که باید زحمتشو آقای رضاییان بکشن. زحمت که چه عرض کنم، باید یعنی افتخاری است. بله همکاری کنم. شعر خوب شما رو. خب آقای سارمی حاضرید؟ همه شب دارم دلکی پرخون، همه شب دارم دلکی پرخون، شبکی مست از می نابم کن. به یکی عشوه به یکی افسون، مه من مستم کن و خوابم کن. همه سوزم کن، همه دردم کن، همه دودم کن، همه گردم کن، همه خارم کن، همه وردم کن، همه اشکم کن، همه آبم کن.
تو اگر مهری، تو اگر ماهی، تو اگر اشکی، تو اگر آهی، همه دلبندی، همه دلخواهی، به عتابم گیر و جوابم کن. بسیار بسیار عالیست. گلکت خندان، گلکت خندان، لبکت زیبا، سخنت شیرین، دلکت شیدا. من اگر فرزانه اگر رسوا، تو همان دیوانه خطابم کن. آفرین آفرین. من اگه بودم فوری میمدم. والا گلکت خندان، لبکت زیبا، سخنت شیرین، دلکت شیدا. من اگر فرزانه اگر رسوا، تو همان دیوانه خطابم کن. نه تو شمع محفل من بودی، نه ز هستی حاصل من بودی، نه تو پیوند دل من بودی. به فسونی مستم و به فسونی مست و خرابم کن. بت من، بت من، چشم سیهت نازم، رخ تابنده چو مهت نازم. گل من، گل من، سحر نگهت نازم، به نگاهی باده نابم کن. من اگر دیوانه اگر مستم، من اگر دیوانه اگر مستم، به کمند عشق تو پا بستم. به یکی عشوه ببر از دستم، به یکی افسانه به خوابم کن. لبکت بوسم، دهنت نازم، شکرت نوشم، سخنت نازم، سر زلف پرشکنت نازم، سر زلف پرشکنت نازم. همه چینم کن، همه تابم کن. تو اسیر و در بدرم کردی، تو اسیر و در بدرم کردی، تو به رسوایی سمرم کردی، به فسونی بی خبرم کردی، به فریبی موج سرابم کن. آفرین آفرین چیز زیادی هم نخواستی از باباها. آقای رضا یاری میخواد که قشنگ بخونه بیاردش جلو. من فراموش کردم عرض بکنم که قبل از اینکه خانم شهرجردی شعر آقای اوستا رو شروع بکنند، آقای شهرآشوب هم رباعیاشون که ساخته بودن به من مرحمت کردن. در پایان برنامه هر دو رو، یعنی هر 4 رباعی رو عرض خواهم کرد. خب حالا با اجازه دوستان میخواییم که آوازی بشنویم. آقای گلپایگانی هم حاضرند و در کنار بنده نشستند و باید خودشون توضیح درباره آوازشون بدن. من چند بیت از غزلی رو در دستگاه شور میخونم. هنرمندانی که با من همکاری میکنن آقایان اسدالله ملک، فرهنگ شریف، منصور سارمی و محمد اسماعیلی هستن. دوستان همیشگی ما هستن دیگهشون. بله. تمنا میکنیم که آقای گلپایگانی شروع بفرمایید. خواهش میکنم.
آمدی با تاب گیسو تا که بیتابم کنی. آمدی با تاب گیسو تا که بیتابم کنی. زلف بر یک سو زدی تا غرق مهتابم کنی. آتش از برق نگاهت ریختی بر جان من، خواستی تا در میان شعله ها آبم کنی. رفتی از پیشم که دور از چشم خود تا نیمه شب. رفتی از پیشم که دور از چشم خود تا نیمه شب. با نوای لای لای گریه ها خوابم کنی. آمدی با تاب گیسو آمدی با تاب گیسو تا که بیتابم کنی. زلف بر یک سو زدی زلف بر یک سو زدی تا غرق مهتابم کنی. آتش از برق نگاهت ریختی بر جان من، خواستی تا در میان شعله ها آبم کنی. رفتی از پیشم که دور از چشم خود تا نیم شب
رفتی از پیشم که دور از چشم خود تا نیم شب با نوای لای لای گریه ها با نوای لای لای گریه ها خوابم کنی آمدی با تابگی آمدی با تابگی تا که بی تابم کنی زلف بر یک سو زدی تا غرق مهتابم کنی به 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 مستانه خوندن آقا به قدری شعر قشنگه و آقای گلپایگانی واقعا معرکه میکنن و آقایون چیز میزنن که آدم مسحور میشه اصلا یادش میره تحسین بکنه و دست بزنه. واقعا اینجوری خیلی خیلی لذت بردیم از نواختن آقایون نوازندگان و آواز آقای گلپایگانی. حالا نوبت آقای مژده هست. توضیح بیشتر اگر بخوام درباره آقای مژده بدم باید عرض بکنم که ایشان مصطفی قمشه‌ای هستند که تخلص میکنن در شعر مژده. حالا توضیح آقای قمشه‌ای خودتون دارین آقای مژده؟ نه خیر عرض نداشتم. پس شعرتون شروع می‌فرمایید؟ اجازه فرمایید. بله. چون وقت ما تقریبا تنگ هست سرکار 2 قطعه شعر بفرمایید، 1 قطعه خودتون و 1 قطعه از آقای علی محمدی خواهش میکنیم که بیان کنن. 2 بیتی غزل آقای مژده. غزلی است. با یک دومین غزله؟ نه خیر. بله. چی هست دومیش؟ یک مثنوی. خیلی خوب. آقای مژده ماشاءالله خیلی بزرگ شدن، من وقتا کوچیک بودن ایشونو یادمه. بله. حالا یه ماجرای خوشمزه‌ای گفتن آقای دکتر باستان نشان می‌بینید که عینک دارن اول آقای مژده. اسمش مژده آمد تازه بعد از نیم ساعت فهمیدن که سرکار دکتر باستان هستیم. گفتم من مریض خودشون بودم. ایشون به من عینک دادن. گفتم باز به طرز تخصص آقای دکتر من شک می‌کنم یه عینکی بهش دادن که شما صاحب علت هم نمی‌شید. هوش بنده رو ثابت می‌کنه. ما همه همینطوره. بعد خوب بشن ما رو نمی‌شناسن. اگه خدا نکرده عیب بکنن این کار چشم پزشکی عیبش اینه که بابت وقتی یارو مرده راحت شده، اما چشم پزشکی اگه خدا نکرده خراب بشه همیشه زنده از یاد آدمه، مگرم خوب بشه که یادش میره. خب آقای مژده بفرمایید. با سر زلف تو دل را سر و کاری است که بود، ز آتش عشق تو در سینه شراری است که بود. ای به قهر از بر من رفته بیا از در مهر، ای به قهر از بر من رفته بیا از در مهر، که مرا با تو همان عهد و قراری است که بود. همه شب ای گل نو خاسته چون مرغ سحر، در هوای تو مرا ناله زاری است که بود. به سر زلف تو سوگند که این دل شده را، در فراق مه رویت شب تاری است که بود. مژده را بی گل روی تو خزان گشت بهار، گلشن حسن تو را تازه بهاری که بود. انشالله که خواهد اومد آقای مژده. والله اگه شعر بشنوه که حتما میاد. آقای دکتر باستان ضمن جسم فالم میبینن.
خب آقای محمدی، بله. این شما و اون هم آقای شریف و اون هم آقای مجدی که در کنارتون نشستند و بعد ازشون شعر روایت کنید. بله. خواهش میکنم آقای فرهنگ. آقای شریف شروع فرمایید. الهی سینه‌ای بی کینه‌ام ده، دلی روشن‌تر از آیینه‌ام ده. الهی بر دل من بخش نوری، کرم فرما مرا ذوق حضوری. چه بیزارم از این افسردگی ها، چه بیزارم از این افسردگی ها، از این دم سردی و دل مردگی ها. نه از چشم سیاه مستی نگاهی، نه از چشم سیاه مستی نگاهی، به این دل خسته باشد گاه گاهی. نه با تاب سر زلفی قراری، نه در کوی دلارامی گذاری. نه غمگینم ز جور نازنینی، نه شاد از دلبر مهرآفرینی. پریشان نیستم ز آشفته مویی، نه در چوگان غم سرگشته گویی. چه گویم من، چه گویم من، چه گویم؟ به بزم میکشان خالی سبویم. در این ویران سرای آشناسوز، در این ویران سرای آشناسوز، که از شب تیره تر باشد مرا روز. کسی را پرسشی از حال ما نیست، نمیدانم که با ما آشنا کیست. همه نایم نوای بی نوایی، غریبم در دیار آشنایی. نمیخواهم ز تو نام و نشان را، نمیخواهم ز تو نام و نشان را، طریق آشکارا و نهان را. مرا از جام عشقت ساغری ده، دلی آشفته پر سودا سری ده. بسوزانم درون آتش عشق، بسوزانم درون آتش عشق، فروزان شعله های سرکش عشق. چنان که از من نماند خود نشانه، در این دریای ناپیدا کرانه.
که در دریا همه آب است، آب است. عبس این خودنمایی از حباب است. در این دریای بی پایان حبابیم، ولی غافل ز اصل خود که آبیم. خوشا آنان که از خود دیده بستند، حباب خودپرستی را شکستند. آقای مجری بسیار مثنوی خوبی بود، پرحال، پر شور. آقای علی محمدی هم خیلی خوب خوندن. بله آقای علی محمدی هم خیلی خوب خوندن. تشکر. تمام احساس شد. خب همونطور که در حین اجرای برنامه عرض شد، رباعی های آقای بهادر یگانه و آقای شهرآشوب به دست بنده رسید و حالا بنده بدون اینکه نام ببرم از کیست، چون نتیجهش رو هفته بعد اعلام خواهم کرد، رباعی ها رو به عرض میرسونم. رباعی یکی از آقایون این است، اون که با کلمات کشتی، طوفان، موج، گرداب سروده شده. چون کشتی طوفان زده در گردابم، مانند حباب روی موج آبم. گرداب شدم ز بس به خود پیچیدم، موجم که چو موی او به پیچ و تابم. یکی از آقایون دیگر با همین کلمات این رباعی رو ساخته. ساقی به کف آر کشتی باده ناب، وین غرقه طوفان بلا را دریاب. گر موج ز طوفان نرهاند بازم، مشکل که کشم رخت برون از گرداب. با کلمات گرز، کاسه، آتش و میخ یکی از آیین شعرا این رو ساخت. با گرز غمش ز هستیم گرد انگیخت، در کاسه من به جای می آتش ریخت. در دل غم او چو میخ پا بر جا بود، سرکوفته شد ولی ز کویش نگریخت. شاعر دیگر ما با این کلمات این رباعی رو ساخته. گیرم که در آتش است پا تا سر ما، چون کاسه بشکسته بود پیکر ما. استاده چو میخ بر سر پیمانیم، هر چند که 100 گرز خورد بر سر ما. بله، به هر حال به داوری چند شاعر بزرگوار که بعداً اسمشون هم اعلام خواهم کرد، در هفته آینده برنده رو تعیین خواهیم کرد و جایزه تقدیم برنده خواهیم کرد. شنوندگان صاحب دل، در اینجا با اجازه شما دفتر بزم را میبندیم و همراه میهمان عزیز و شاعران گرانمایه، هنرمندان شورانگیز و گویندگان گرامی به شما بدرود میگوییم. چشم دلتان روشن و عرصه خاطرتان گلشن باد.